و رنگ‌های واتر بیس یا سرب از رنگ‌های روغنی. خب این سرب عضلات خون ترشی خونی میبره بالا به خاطر عضلات چیز ترشی شده که برای خود داره که پیش نگیره. حتی از رنگ‌های اسپری ما گاز ترش که بسیار ضرر زیان داره اونم حذف هنوز رقبا این راه رو نرفتن. این برای سلامتی کاربر بوده. ایضا که وقتی من دارم سریع میگم خسته‌کننده نباشیم مجبوریم بگیم چون ایضا تا می‌کنه داره. توی بحث قیمت رنگ بوده، گفتیم ما رنگ‌های گرون قیمت داریم، متوسط داریم، لوله پایین داریم، با سقف اقتصادی که مثلا فستان نقاش می‌گه مثلا ارزان‌تره و توجیه قیمتی داره. تو بحث رنگ‌های اکریلیک ورود کردیم، گفتیم استارت کار با سیلر یا پرایمر زیر کار ارزانه که به نام سیلر استارت ما دو نوع سیلر داریم. سیلر استارتمون شناخته میشه، اینو ما به راحتی با 5 برابر خودش آب قاطی می‌کنیم. 5 برابر خودش آب به زیر کار اکریلیکمون می‌زنیم که چسبندگی رنگ سطح زیاد بشه، خاک رنگ رو بگیره. تشنگی دیوار که مهمترین پارامتر مقابلش اینه، تشنگی دیوار رو میگیره. رنگ می‌زنید به دیوار میگه رنگ خوبی بود، بعد یه مدت که می‌دید لباس رنگی شده یا از چسب رنگ ضعیف به استیل عموم یا آب رنگ از دست. شما وقتی این رنگ به عنوان رنگ قابل حل شدن با آب استفاده می‌کنید، این رنگ وقتی چون حلال میخوره به دیواره یکیتون تشنه است میاد سریع آب رنگ رو جذب می‌کنه. چی به دیوار میمونه؟ پیله یا همون پر کننده یا گچ هست. اون پیله که به دیوار میمونه تکیه لباس رنگی میشه. رنگ ازدش بد نبود ولی این عامل باشه. شما اگه سیلر رو بزنید دیوارتون سیراب بشه خودش قربانی میشه که اون رنگ روی سطح بمونه. ما این رو عرض کردیم. بعد از این اجرای رنگ‌های اکریلیک داریم، در مدل‌های مختلف لاتکس داریم، مات، لاتکس نیمه براق، لاتکس براق که لازمش اینه که زیر کار شما یه سیلر بذارید روی اجرا. بعد از این ما یه درجه بالاتر داریم به نام رنگ پاسال. دوستان قطعا با این جنس آشنا هستم، برای نما هستش، پوشش و مقاومتش فوق‌العاده است، 100% قابل شستشویی، مقاومت نوری بسیار خوبی داره به عنوان پاسال. دوستانی اومدن فرمودن که برای زیر کار معمولا رنگ پلاستیک کار میکنن، متاسفانه توی تمام شهرنگیان همچین چیزی هست. به عنوان که ارزان‌تر بشه پلاستیک میزنن واسه رویه رو چکار میکنن؟ اکریلیک میکنن. ما استدلال کردیم به خاطر اینکه ناسازگاری بین دو مواد هست این کارو نکنید. ایضا ببخشید ممکنه برای شما تکراری باشه ولی استدلال میکنم یه خود آرامش کنید. من سریع از این مسئله بگذارم نشدم. ما اومدیم رنگ ارزان‌تر اکریلیک تقدیم حضورتون کردیم به نام 333